کت خدا سلام. سرت تو کلام، باز چه شده که سراغ من آمده ای؟ کت خدا، حالا که من جانشین ریس شده ام چه کار باید بکنم اندی؟ من که برنامه ای همین ندارم. تو هم همان غلطی را بکن که ریس همین میکرد. از این ور فینیتو برو آن ور فینیتو، ببین اهالی ناهار خوردن یا نه، بعد هم یه روزه‌ای بخوان و باز همی گرد. آخر کت خدا همینطور که نمی شود. هنوز هیچی نشده. اهالی مرا فشکش همی میکنن، میگوین فقط بلدی حرف بزنی. ای کاش حرف زدن را بلد بودی لااقل، این یکی رو هم آخر بلد نیستی. گوشت را بیاور جلو تا بهت بگویم چه بکنی. آهای حالی فینیتو، باید با هم باشیم تا مشکلات حل همی بشود. مشکل شما چه می باشندی؟ نهاده های دامی ما چه شد؟ والله و بالله نهاده های دامی شما را من بر نداشته هم. هر کس برداشته کار خوبی نکرده بیاید بدهد. پول محصولات ما را کی میخوایی بدهی؟ ای بابا، پولم کجا بود؟ من یک دهاتی ساده هستم. بچه های من از گرما هلاک شدن، مگر نمیبینی هوا چقدر گرم میباشندی؟ باد بزن که هست، خودتان را باد همی بزنید. پس کود ما چه میشود؟ کود شما که اصلا در دست من نمی باشندی. انحصار کودها در دست کت خدا می باشندی. حوصله ما را سر بردی. پس تو چه غلطی میخواهی بکنی؟ چه چیزی در دست توست؟ آهان، حالا شد. این همه کت خدا زحمت میکشد، یونجه را وارد میکند، بعد ما همش 10 چوق به شما میفروشیم. وقتش رسیده که من به وعده هم عمل کنم و قیمت یونجه الاغ‌ها را به 100 چوق همی برسانم. آی این پس هنوز نیومده، داره از اهالی تو پوزی همی میخوره. 2 روز دیگه وا ویلا.